دوره‌های مربیگری رو چرا باید شرکت بکنیم؟ فقط مربیان یوگا باید دوره‌های مربیگری شرکت کنن یا همه میتونن شرکت بکنن؟ دوره‌های مربیگری به خاطر اینکه خیلی مباحث مختلفی توش آموزش داده میشه، میتونه برای هر پرتوجو یوگا و هر کسی که علاقه‌مند هست به یوگا و سبک زندگی لایف استایل میتونه مفید و خیلی جذاب و جالب باشه. چون توی کلاس‌های روتین و کلاس‌های 1 ساعته، 1 ساعت و نیم یا 2 ساعته معمولاً به طور کلی هم توی ایران هم توی اقصا نقاط دنیا فقط کلاس‌های آسانا در واقع تدریس میشه، تمرینات آسانا یا حرکات بدنی آموزش داده میشه. خیلی حالا بخوان متنوع و گسترده‌تر سری از معلمان تدریس بکنن، پرانایاما یا یه مقدار مدیتیشن هم بهش اضافه میکنن، ولی دیگه بیشتر از اون امکان پذیر نیست و خیلی از معلم‌ها هم انجام نمیدن به خاطر زمان. بنابراین توی دوره‌های مربیگری شما میتونید فلسفه یوگا، آناتومی، مدیتیشن، پرانایاما، انواع و اقسامش، یوگا نیدرا، مودرا، مانترا رو یاد بگیرید. ضمن اینکه نه تنها همه درس‌ها رو به شکل گسترده‌تر یاد میگیرید و چند تا سبک یوگا، ادجاستمنت، الاینمنت رو به طرز صحیح در واقع اصلاح بدن رو یاد میگیرید. چند هفته وقتی که توی دوره مربیگری هستید به طور کلی بدنتون روی روتین میفته. 1 ساعت منظمی رو از خواب پاشین، 1 ساعت منظمی رو بخوابین، 1 ساعت‌های مشخصی صبحونه، 1 ساعت‌های مشخصی ناهار و 1 ساعت‌های مشخصی رو شام داشته باشید. به خصوص دوره‌های مربیگری که توی اقصا نقاط ایران، شمال، جنوب و جاهای مختلف دنیا مثل نپال و هند برگزار میشه، خب خیلی تفاوت داره با دوره‌هایی که 1 روز یا 2 روز برگزار میشه، چون شما توی اون جو و محیط هستید و به هر صورت به خاطر این نو لایف استایل بعد از 3 هفته شما تا مدت‌ها بعدش ساعت خوابتون منظمه، ساعت غذاتون منظمه، درست میخورید و سر ساعت طور روتین تمرینتون رو دارید و بنابراین میتونه خیلی